درود بر شما دوستان، به چنل آریا تیکس خوش اومدید. امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. امروز اومدیم همونطور که قول داده بودم پارت دوم ماینکرافت رو برم و همونطور که میدونید من پارت قبل یعنی پارت یک گفتم که پارت دومی هم در راه. ویدیو اولی خورده میدونم خوب نبودش، اما همونجور که گفته بودم این بار برای جبران اومدیم که این بار بهترین لذت رو از این گیم پلی جذاب ببرید. لایک، کامنت، سابسکرایب و زنگوله فراموش نشود. بی وقفه بریم سراغ ویدیو. خب دوستان، بریم سراغ گیم جذاب ماینکرافت. امیدوارم که تمامی لذت رو از این ویدیو ببرید. همونطوری که میبینید من صدای ویدیو رو خورده کم کردم، یعنی صدای خود بازی رو کم کردم که صدای من بهتر بیفته داخل گیم. خب ما الان 17 تا چوب داریم و داره شب میشه. همینطور که مشخصه ما با همین 17 تا و یه دونه تخت یه خونه کوچیک رو میسازیم و فرداش میریم سراغ مان کردن و من نمیدونم چرا این داره دوتایی چوب میذاره و این خیلی رو مخمه. عصبیم. خب اصلا چه کاری؟ چرا خونه بسازیم؟ همینو میذاریم اینجا منتظریم تا شب بشه، میگیریم میخوابیم. به همین راحتی شما میتونید بدون ساختن بنا یه دونه با یه تخت خوشگل کارو در بیارید. اینه قدرت ماینکرافت. خب دوستان ما اینجا رو خراب کردیم، اینجا ساخته بودیم دقیقاً، و اینکه بریم سراغ روز بهتر رو شروع چوب بزنیم و بریم سراغ آیتم های اولیه ماینکرافت. دوستان اگر دوست دارید من با یکی از رفیقام ماینکرافت 2 نفره پلی بدیم، حتما لایک های این ویدیو رو به 10 تا برسونید. 10 تا. فکر نکن سابسکرایبر ندارم زیاد توقعی نمیشه داشت. اگر این ویدیو به 10 تا لایک برسه، فکر نکن من با رفیقم 2 تایی ماینکرافت رو پلی میدیم. فکر نکن که اونم ماینکرافت پلیره، البته نوبتر از منه. فکر نکن. الان ما باید هرچه سریعتر پیککس درست کنیم و بریم سنگ بکنیم، غذا بپزیم بخوریم. میکنیم. الان میریم داخل اینونتوری چند تا چوب داریم. نه تا چوب داریم ما. خب میریم اینجا از این چیزا درست میکنیم، از این بیلبلک ها، اسمشو نمیدونم رفت، و میریم اینجا کجاش این بالا روی علامت ذره میزنیم و از این استیکا میایم اینجا میسازیم. خب حالا ما میایم اینجا میریم سراغ لوازم اولیه، میذاریم اینجا، میزنیم روش و یک سورد، یک عکس، یک پیککس، حالا دوباره یک پیککس، یک عکس، یک شمشیر. خب ما اینا رو جابجا کردیم. خب حالا باید بریم سراغ سنگ زدن که چیکار کنیم؟ اجاق گاز درست کنیم و از گشنگی تلف نشیم. با همین راحتی شما میتونید برسید به استون. برای درست کردن اجاق گاز، حالا اجاق گاز چرا ما درست میکنیم؟ چون که
اگر غذاهامون رو بپزیم داخل اجاق گاز غذای بهتری به ما میده، یعنی جون بیشتری به ما میده. این غذایی که اینجاست و بیشتر بهمون میده و نیاز به کل هم نداریم چون که چوب داریم. البته بود خیلی خوب میشد. اینم بگم ما الان این چوبا رو کندیم، دوباره اینجا که رفتیم تیبل میذاریم و میریم سراغ ساخت. خیلی خوب. الان ما دوستان اجاق گاز رو ساختیم. خب میکاریم اینجا و میریم که غذامون رو توش سرخ کنیم. اینجا زغال هم میتونید بذارین، چوب هم میتونید بذارین، فرقی نداره. خب غذای خوک بهتره. ببینید میریم بخوریم غذای خوکمون رو. ببینید غذای خوک چقدر تاثیر داره اینجا. ببینید خونه جو رو کامل کرد، خونه غذا رو، یعنی نکن جون ما هم کم کم داره پر میشه. خب بچه‌ها ما غذامون رو پختیم. الان 3 تا گوشت خوک داریم و دوباره چون که رو حالت هارده این سری گشنش میشه و بعد غذا بهش بدیم. کوفتت کن. خیلی خوب. سلام آقا خوک، خوبی؟ چه خبر؟ آمی بله. خب بچه همونجور که میبینید ما در حال زدن چوب هستیم و فکر کنم دیگه این آخرین درختیه که باید بزنم. خب میریم که بنای تاریخیمون رو بسازیم، یعنی خونمون رو بسازیم. اینجا میسازیم، خونمون اینجا میسازیم، خیلی شیک و مجلسی. خب دوستان همونجور که میبینید ما این 4 دیواری رو داریم اختراع میکنیم. فقط یه سری از کاراش مونده که اونا رو دارم انجامش میدم. اون فقط یه دونه چیز بسازیم، در بسازیم که بذاریم دم خونتون. خب بچه همونجور که میبینید ما این پارت رو به موفقیت پشت سر گذاشتیم، اما میخوام بیام با پارت سوم. مطمئن باشید که این خونه ارتقا یافته تر میشه و آیتماش بیشتر میشه. این نه هم بود از این ویدیو. خیلی ممنون که تا اینجا منو تماشا کردید. دیگه شارژ کنترلر هم داره تموم میشه. مرسی دوستان و بیایید در اوترو کارتون دارم. دوستان این هم همین بود که همین ویدیو ماینکرافت بود که قولشو داده بودم، گفتم پارت دوم رو خواهیم ساخت. این هم از این پارت و امیدوارم که از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. همونطور که گفتم اگر میخواین با یکی از رفیقام ماینکرافت رو 2 نفره بازی کنیم که خیلی حالش بیشتره، سرگرمیش و هیجانش هم خیلی بیشتره بازی کنیم، این ویدیو رو به 10 تا لایک برسونید. 10 تا 15 تا لایک، چون که خب سابام که دیگه توقع زیادی ندارم. مرسی بابت تماشای این ویدیو. خدا نگهدار.